أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه و تعالی را همیشه سپاسگزاری و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوبش. الله سبحانه و تعالی از لطف کرم خودش ما و شما را خلق کرد، از نعمت‌های بسیار خوب مفیدش، نعمت‌هایی که حد مرز ندارد، ما و شما را نصیب و روزی کرد تا ما و شما در زندگیمون از نعمت‌های پروردگارمان استفاده ببریم، از زندگیمون لذت ببریم. اما در مقابل بندگان شکرگزاری پروردگارمان باشیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا پاداش و جواب خوبی نیکی نیست؟ بله، پاداش خوبی و نیکی خوبی است. در مقابل خوبی گندگی اصلا در قاموس انسانیت نمیگنجد. در مقابل خوبی هست میشه. این فطرت انسانی خود به غیر مسلمان من قبول داره. اگر در مقابل خیر خوبی اگر بدی کردی، چقدر انسانی اصلا انسان نیستی. الله مهربان نسبت بندگاش بسیار لطیف است، بسیار ارحم الراحمین است، مهربان است. شانس های بسیار زیاد میدهد. اما این بندگانش، یعنی ما و شما نسبت پروردگان کمبودی میکنیم، به حرمتی احترامی میکنیم. در این دنیا آمدیم، چسبیدیم، محبت ورزیدیم به دنیای دروزه، دنیای زودگذرا. اما این بدونید که الله سبحانه و تعالی همیشه خرسند میشه به توبه بندگانش. بندگان الله سبحانه و تعالی بر سه تقسیم میشوند، بر سه دسته تقسیم میشوند که الله سبحانه و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. سبحان الله، چقدر الله سبحانه و تعالی ارحم الراحمین است نسبت بندگانش. یعنی یک دسته اولش اون کسانی هستند از بندگان خداوند که بر نفسهای خودشون، بر خودشون ظلم ستم میکنند، خودشون با دست پای خودشون بر جان خودشون، بر نفس خودشون ستم میکنند، ظلم میکنند، دست به معصیت میزنند، به گناه میزنند. از الله که ارحم الراحمین است، همه چیزی که انسان نیازمند هست عطا کرده است، دوری میگیره. خداوند فریادش میکنه: در این طرف بیا، منم پروردگار تو، منم رازق تو، منم دستگیری تو. اما انسان نفس بر نفس خودش ظلم میکنه. این دسته اولش است که بازم الله سبحانه و تعالی همین مؤمنه که نافرمان برداری میکنه، بازم الله میگه بندگان من هستند. یا سبحان الله.
اینقدر خداوند ارحم الراحمینه. دسته دومش فمنهم مقتصد، دوم دستش بندگان خدا مقتصد است، میانه روند، میانه هستند، گناه و معصیت و ثوابش برابر هستند. اما سوم دسته است و منهم سابق بالخیرات باذن الله. سبحان الله. و بالاترین مرتبه و درجه بندگیت همین است. سوم شریکی میگه و منهم سابق بالخیرات. و بعضی از بندگان من اون کسان هستند که سابق بالخیرات باذن الله، یعنی از دیگران سبقت میگیره، با دیگران مسابقت میکند تا از دیگران زودتر اعمال صالح انجام بدهد باذن الله. این دیگه بالاترین مرتبه بندگیت عبودیت است و بهترین شرف است، افتخار است برای بنده که با اذن اراده الله بالاترین درجه مقام به دست میارد. الله تبارک و تعالی دوست می‌دارد تا ما و شما مسابقت بگیریم با دیگران. در چی کارو؟ چه خیلی که مردم اهل دنیا با سوی دنیا مسابقت میکنند، آیا ما و شما با دنیا مسابقت بکنیم؟ آیا الله سبحانه و تعالی میخواهد که ما و شما با همدیگر مسابقت به سر مال چیز دنیا بکنیم؟ نه هرگز. پس الله سبحانه و تعالی یگانه چیزی که ما و شما را تعلیم میتید، ما و شما را تربیت میتید، ما و شما را میفهموند، ما و شما را میدونوند که ما و شما بدونیم در این دنیای دروزه که الله سبحانه و تعالی یگانه چیزی که ما باید مسابقت بکنیم، سبقت بگیریم، رقابت کنیم، سرعت از همدیگر بگیریم و چی است اون؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، یعنی شما خداوند میفرماد ای بندگان من با همدیگر سبقت بگیرید، مسابقت کنیم به سوی به دست آوردن مغفرت من ربکم، مغفرت پروردگارتون، بخشش پروردگارتون. یعنی اینجا دا بخشش پروردگار، مغفرت پروردگار، رحمت خداوند. عثمان بن عفان رضی الله عنه میفرماد که اسباب مغفرت است، اسباب مغفرت است، یعنی اسبابش توبه کردن نزد الله سبحانه و تعالی، برگشتن به سوی الله مهربان ارحم الراحمین. خالق ما و شماست، پروردگار ما و شماست، اما مالی پروردگار هستیم و الله سبحانه و تعالی خالق ما و شماست، پروردگار ما و شماست. باید توبه بکنیم. اسباب مغفرت توبه است، عبادت است، یقین است، باور است، اعمال صالح است، از کارهای بد دوری کردن نکن. و امام راضی رحمت الله علیه در همین راستا میفرماید که یکی از همون اسبابش که مغفرت این است که اخلاص است، با الله سبحانه و تعالی اخلاص کردن است، محبت است. که میگه و انها هو همین اخلاص قول عثمان بن عفان رضی الله عنه، یعنی که همین سخن عثمان بن عفان رضی الله عنه است که یعنی که یکی از اسباب مغفرت همین اخلاص است، یعنی که بنده با پروردگارش باید اخلاص بکنه، همه کارش به خاطر لله باید باشه، نمازش، روزش، صدقهش، دوستیش، رفیقیش، خدمتش، تعلیمش، تربیتش، خیرخواهیش، دستگیریش، آبادیش، آدمگر، همش فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی باید باشه.
نه به خاطر ریایی، نه به خاطر چیز، نه به خاطر دیگر چیز، فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی باید باشد. اخلاص و توحید در رأس همه اسباب مغفرت اخلاص و توحید است. پس الله سبحانه و تعالی بندگانش امر میکنه که وسارعوا الی ربکم الی مغفرت من ربکم و جنه، و شما با هم دیگر مسابقت بگیرید، سبقت کنید به سوی جنت پروردگارتون. جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اون بهشت که پهنایش یا که وسعتش چندین طبقه زمین و آسمان میغنجد. این به قول بعضی علما عرض پهنایش یعنی چندین طبقه زمین و آسمان، مثل که چند پارچه لباس اگر بدوزی پهن کنی، همین خیل اگر 7 طبقه آسمان و 7 طبقه زمین اگر با هم اگر بدوزی جمع کنی، برابر کنی، به پهنایش نمیرسه. طولش الله میدونه چقدر از درازی بهشت، یعنی حد مرز نداره، الله خودش میدونه بهشت. یعنی الله سبحانه و تعالی میفرماید که شما به سوی یعنی بهشت بشتابید، بس به هم دیگر مسابقت به دست آوردن بهشت بکنید. اگر مردم دنیا به سوی به دست آوردن دنیا مسابقت بکنند، به فوتبالش، به والیبالش، به اسپورتش، به جودوش، با دیگر وید سپورت ها، با دوش، با دیگرش، با که نتیجهش یک مدال به دست آوردن است، یک چیز دنیا را به دست آوردن است، اما مسابقت به مغفرت الله به بهشت آخر نداره، حد مرز نداره. آن مردم بیچاره اهل دنیا طلب چقدر خرسند میشن وقتی که رقم اول به دست میارن، جایزه را به دست میگیرن، چقدر خوشحال میشن، گریه میکنن از خرسندی. سبحان الله، بیچاره مسکین نمیدونه که فایدهش نداره این مال دنیا، چیز دنیا 2 روز است بعد تمام میشه دنیا. مسابقه در به دست آوردن مغفرت و رضایت الله و بهشت خواهند در کار که بهشت حد مرز نداره. الله سبحانه و تعالی خودش میدونه. که پیغمبر ما علیه السلام تا حد در جنگ بدر اصحاب صف کشید و قومو گفتند شما پاید بندی کنید به دست آوردن بهشت که حد مرز خداوند خودش میدونه چی قدر است. یعنی مسابقت به اون حیاتی که مرد ندونه، دیگر مردنی نیست، جاودانی ابدی است. و اون مسابقت به دست آوردن اون چه جوانی که پیری نداره، باید در اینجا مسابقت کرد نسبت هم دیگر. روز یعنی در صدر اسلام اون کسانی که در مکتب محمد رسول الله تربیت یافته بودند، اصحاب پیغمبر خدا، که پیغمبر خدا علیه السلام اصحابش تعلیم داده بودند که از دنیا فقط اعمال میبری با خودت. یعنی اینقدر اصحاب پیغمبر خدا مشتاق اعمال صالح بودن که انجام بدین که از همدیگر سبقت بگرفتن، مسابقه میکردن. همین هم باید ما و شما داشته باشه، به همدیگر باید مسابقت بکنیم در اعمال صالح. روز چند اصحاب پیغمبر خدا، اون کسانی که فقیر بودن، ابو هریره رضی الله عنه، سلمان فارسی رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه، ابو ذر غفاری رضی الله عنه، یعنی چند عده اصحاب پیغمبر خدا که فقیر مسکین بودن، در فکر افتادن که مثلا رشک کردن که برادران کسانی که از ما یعنی ثروتدار هستند، بای به دولت هستند،
و یا از ما پیشی گرفتن نزد خداوند، درجه بلند بردن، رشک بردن که این صفت بالاترین صفت مؤمن باید رشک بکنه که برادرش از اون خوبتر، یعنی اعمال شایست میکنه زیادتر میکنه، قرآن خوبتر از من بسیارتر از یاد کرده، صدقه بسیار میکند، اعمال شایسته بسیار میکند، باید رشک بکنه. نتیجه اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام نزد پیغمبر خدا آمدن و شکایت کردند. نزد پیغمبر خدا علیه السلام پیغمبر خدا السلام فرمود شکایت برای چی است؟ یعنی خیلی گفتیم اصحاب پیغمبر خدا یعنی که اشتیاقی داشتن، یعنی بسیار دوست می داشتن اعمال صالح انجام دادن، با همدیگر سبقت مسابقت میکردن. یعنی شکایت اصحاب پیغمبر خدا برای پول چیزی دارای دنیا نبود که برادر ثروتمندان ما یعنی زندگی خوب دارن، زیبا دارن، قصرهای کلان دارن، خونه‌های از ما بلندتر دارن، طعام خوبتر، لذیذتر، با مزه‌تر دارن، یا که پوشاک‌های خوب. نه، شکایت این نبود. شکایت چی بود؟ پیغمبر خدا اصلا فرمود شکایت چی است؟ گفت برادران ما اینا که ثروتمندن، دارایی دارن، یعنی از ما پیشی میگیرن. چه خیلی که ما نماز میخونیم و یا هم نماز میخونن، چه خیلی ما روزه میگیریم و یا هم روزه میگیرن، یعنی بغیر این و یا دارایی دارن، مال دارن، ثروت دارن، در راه خدا صدقه میکنن، از ما پیشی میگیرن. یعنی در راه خدا صدقه میکنن، مسکین فقیر کمک میکنن، حج میرون، عمره میرون، صدقه جاریه میکنن، کمک نصرت میکنن، یعنی از ما پیشی میگیرن، ما قفا میمونیم. زیخ شدن، شکایت کردن پیش حبیب خدا علیه السلام. پیغمبر خدا صلی الله علیه و و یارو فرمون در جواب که الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم احد ممن يجيء بعدكم. آیا شما را یک چیز نشون ندیم اگر شما انجام بدید؟ کسانی که پیش از شما بودن، زندگی کردن و شما را سبقت میگیره، پیشی میگیره، درجه پیش میبره. اما کسانی که بعد از شما میان درجه شما را دریافت نمیکنن، با شما مساوی نمیشوند، الا مگر که مقصد کسی که همین کار شما را انجام بدهد. گفتم بله ای پیغمبر خدا، و مشتاق بودم نشون بدی تعلیم چیکار بکنیم ما تا درجه‌مون پا نزدیک شیم نزد خداوند از دیگران. مقصد شکایتش برای همین بود. فرمود پیامبر خدا قال تسبحون في دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. یعنی تعلیم شده که بعد از هر پشت نمازهای فرض شما 33 بار سبحان و تسبیح بگید الله سبحانه و تعالی را، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر تکبیر خداوند تبارک تعالی بگو. شما درجات پیش میره از بایو. و یا خیلی خشن شدن، شتاب کردن، بعد هر یک نماز با ذوق و شوق الله سبحانه و ذکر تسبیح میکردن. اصحاب پیغمبر خدا کسانی که بای بودن دیدن که مشغول به ذکر عبادت هستن، فرمود که چی خبره اینجا؟ اصحاب پیغمبر خدا قضیه را حدیث برای ما گفتن. در روش شتاب کرده ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عثمان بن عفان رضی الله عنه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله، زبیر، طلحه، دیگر اصحاب پیغمبر خدا که شرایط خوب داشت زود به شتاب کردن به ذکر عبادت الله و تسبیح تعلیم تکبیر گفتن. یعنی اینها هم پیشی گرفتن. بازم کسانی که مسکین بودن، فقیر بودن، دیدن که اینها با خوندن، با مقصد با خفا زدن، بازم دوباره نزد پیغمبر علیه السلام آمدن و گفتن که ای حبیب خدا قضیه همین خیلی است و یا هم شروع کردن به عبادت. ما موندیم یگان چیز دیگه برای ما تعلیم تربیتی با ما بخونیم، از آیا پیشی بگیم نزد خداوند تبارک تعالی نزدیکتر شیم. مقصد پیغمبر خدا فرمود ذلک فضل الله، این فضل خداست دیگه. یعنی اشتیاق بسیار تشنه بودن، یعنی سبقت میگرفتن اصحاب پیغمبر خدا در اعمال صالح، از همدیگر رشک داشتن. باید ما شما سبقت بین رشک میگنه. ببینین اون دو عابد بزرگوار حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، از در وقت حضرت عمر رضی الله عنه میخواست که حضرت ابوبکر صدیق بگذره، مسابقت میکردن در زندگیش، حد اقل یک بار بگذره. گفتم
حرکت میکرد. یکی از روزها رسول سلام دستور داد اصحابش که صدقه بکنین. در حضرت عمر فاروق گفت الان امروز که من سبقت میگیرم ابوبکر صدیق، یعنی بسیار صدقه بسیار میتیم تو پیشی بگیریم مسابقت پیش از اوشم، چون که بسیار وقت میدیدش حضرت عمر رضی الله عنه خیلی رشک میکرد، میگفت مقصد که صاحب رسول الله در هجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. عمر رضی الله عنه خیلی رشک میکرد. از وسط چندین اصحابش پیغمبر خدا علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق را برگزیدن، همچون در هجرت قبولش کردن. حضرت عمر فاروق خیلی رشک میکردن. این خیلی درجات بزرگ است که سبحان الله حضرت ابوبکر صدیق کار کرد که رضامندی الله سبحانه به دست آورد از میلیون میلیاردها انسان ها. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رقم اول هم میگیره بعد از پیغمبر. یعنی این را با دنیا خریده نمیشه. دنیا رو چندین برابر اگر بتیم این درجه را خریده نمیشه. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. یعنی اون چیزی که ابوبکر کرد اون خاک مدینه نبود، خاک مکه مکرمه نبود. یعنی همون دین بود که ما شما در اون دین هستیم الحمدلله. اعمال صالح و مسابقه و سبقت گرفتن در اعمال صالح، نه در رأس دنیا برای خاطر دنیا، با خاطر چیز دنیا مال دنیا نه، با خاطر رضایی الله سبحانه و تعالی، با خاطر بهشت ابدیش. بهشت حد مرز الله میدونه، آخر ندونه. خب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حرکت میکرد که پیشی بگیریم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه غم میخورد. عمر رضی الله عنه یعنی که ابوبکر رضی الله عنه پیش است، رشک و غیرت توحیدی ایمانی که باید ما و شما ائمه اسلامی باید غیرت داشته باشیم، باید ما رشک داشته باشیم. متاسفانه اصلا اگر اون اصحاب پیغمبر خدا اگر احوال این ما و شما رو ببینن، خدا خودش میدونه که چی فکرای نسبت ما میکنن، چقدر برادرها هستن. سبحان الله غیرت ایمانی دیگه نمونده. نماز هفتهش یک بار یا که سالش به یک بار، همسر حجاب نداره. یعنی عفت پاک دامن از زنی مسلمان از تنش کشیدن برادر. غیرت ایمانی مرد، شجاعت ایمانیش همش از تنش کشیدن بدن لخت برانش کردگیان. زنی مسلمان در معرکه گذاشتن تا حضور یک چشم خیانتگر نگاه میکنن به طرف زنها و خواهرها و اپای ما و شما. نه حول ولا قوت الا بالله. زن شوهرش هم مسلمان هست، نماز خونم هست، مسجد میاد، شاید تهجد خونم باید باشد، اما از تنش غیرتی و ناموس ایمانی و شرفی اسلامی چه کشیدن بردن که اصلا پروا نداره که زنش لخت بر هم میگرده. لا حول ولا قوت الا بالله. پس اصحاب پیغمبر خدا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کوشش میکرد در پای بلکه سبقت بگیرم از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، چون که ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیش بر حضرت عمر فاروق. روز رسید حضرت پیغمبر خدا علیه السلام گفت صدقه بکنید. حضرت عمر فاروق دوید رفت داراییش نگاه کرد، پول مال چیزا نگاه کرد، تیله و نخل همه گرفت، دو تقسیم کرد. همه را دو تقسیم کرد. اومد گفت امروز پیشی میگیرم من از ابوبکر صدیق. اومد گذاشت نزد پیغمبر خدا علیه السلام. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که برای تو برای اهل بیت چی گذاشتی؟ یگان چیز گذاشتی مقصد که برای زندگیشون. فرمود بعد ترکت مثل همین را گذاشتم برای اهل فامیلم، خانواده‌ام. بعد منتظر شد که ابوبکر صدیق بیاد که ببینم که چقدر اندازه صدقه میکند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که اومد سبحان الله این دیگه ابوبکر تمام درایش چه چیزی بود یگان چیز نگذاشت خودش، همش را جمع کرد و در خدمت پیغمبر گذاشت به خاطر نشر دین الله سبحانه و تعالی.
پیغمبر خدا گفت ماذا ترکت لأهلک، ماذا ترکت لأهلک. پیغمبر دلسوز و مهربان، دلش میسه برای اهل بیتش. و ابوبکر برای فرزندت اهل بیت یگان چیز گذاشته. چی چیز گذاشتی؟ ابوبکر ترکت لهم الله و رسوله. یعنی که ترکت لهم الله و رسوله، برای اهل بیتم نام الله و رسوله گذاشتم. یعنی یگان چیز نگذاشتم، همه چیزی هست به خاطر انتشار و نصرت دین خدا و نصرت رسول خدا آوردم. چقدر ما نماز به سر دنیا، مال چیز دنیا، دروغ، فریب، مشینکی، اذیت، آزار، هم دیگر آبرو را از بین رفتن به خاطر پول چیز دنیا، به خاطر چیز دنیا، ترک نماز، روزه، زکات، حج. سبحان الله. با امید داریم که ما بهشت بریم. درسته خدا ارحم الراحمین است، اما انسان باید غیرت ایمانی داشته باشد، باید شرف باید رشد داشته باشد. ابوبکر عمر رضی الله عنه گفت دیگه تمام، دیگه من دیگه هرگز دیرو کردن نمیتونم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بازم خفا موند. یعنی همه اینها برای ما شما درس هستند که باید عبرت بکنیم. این وقتا غنیمت هستند، وقتا غنیمت هستند. یاشی جوانی ما غنیمت هستند، سلامتی ما غنیمت هستند. زد گذرا هستند، زد میگذرن از بین. یا سیزونی ای جوانی سیزونی ای، حیات سیزونی ای، سلامتی سیزونی ای، پول سیزونی ای، حیات سیزون ای، زد میگذره از بین، دوباره هرگز نمیگرده. اینها باید برای ما شما تعلیم شود، درس شود، باید ما شما رشد داشته باشیم. امت اسلامی باید سبقت بگیرد از دیگر رفیقاش، دوستاش، تا نزدیک به الله سبحانه و تعالی شود. روز دیگر قضیه، روز پیغمبر خدا با اصحابش صحبت میکنند در قضیه آخرت، در برای قیامت صحبت میکردن که گفتند که پیغمبر خدا سلام که از امت من روز قیامت 70,000 کس، 70,000 نفر بدون حساب و حساب، بدون عذاب وارد و داخل بهشت می شوند. اصحاب پیغمبر خدا دیگر بعد از شنیدن این حدیث بی‌طاقت شدند، رغبت یافتند، دیگر ندونستند چیکار کنیم، چه خیل کنیم. به دست بیاره میره که از همون جمع عکاشة بن محسن رضی الله عنه بلند شد و دعا کرد که یا رسول الله، یا رسول الله، ادعو الله ایجعلنی منهم. سبحان الله. بلند شد که ای رسول الله، شما برای من دعا بکنید تا من از همون یک نفر از همون 70 نفره باشم، یعنی بدون عذاب، بدون حساب و حساب وارد بهشت جنت شم. فرمود پیغمبر خدا که انت منهم، شما از همه هستید. دیگران دیگر خیستن بلند شدن، ای پیغمبر خدا من، ای پیغمبر خدا من. گفت تمام بسته شد. برادر عکاشة از شما سبقت گرفت، پیشی گرفت. مبارکش باز عکاشة را که بدون حساب و حساب وارد بهشت می شود. سبب چی بود؟ سبقت گرفت از دیگران. پس ما و شما سبقت بگیریم در اعمال صالحه را از دیگران، مسابقت بکنیم. الله سبحانه و تعالی بسیار دوست می‌دارد بندگانش که رشک دارد، غیرت ایمانی دارد، شجاعت اسلامی دارد. از دیگران یعنی که نسبت عبادت سبقت میگیره. وقتی نماز شد سر وقت نماز میخونه، از دیگران پیشین میره. زکات شد سر وقت، از دیگران حرکت میره، پیشتر زودتر زکات بده. وقتی حج فرض شد زودتر حج میکنه، از دیگران سبقت میگیره. وقتی دیدی فلان کس چند جز اگر اذیت کنه، بسیارتر اذیت میکنه. دید که فلان کس
فقیر مسکین یتیمی بوزن محتاج نیازمند یاردم میکنه، این زیادتر یاردم میکنه. اون اگر شب بتیه این شب و روز میتیه. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. این بهترین صفت بندگان الله سبحانه و تعالی. یعنی اینجا خداوند تبارک و تعالی بندگانش بهترین پیغمبران یعنی که چی صفت داشتن، چی عادت داشتن. انهم یسارعون فی الخیرات. پیغمبران بندگان مخلص خداوند در اعمال شایسته سرعت میگرفتن از دیگران. و یدعوننا رغبا و رهبا. و ما را خداوند میفرماید صدام دعا میکردند با خوف، با ترس، با امید و فقط سر ترس از الله بود، نه فقط از دیگر کس. فقط از الله میترسیدند. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. یعنی کسانی که مؤمن هستند برابر هستند با کسانی فاسق؟ نه، هرگز برابر نیستند. یعنی مسلمان با کافر هرگز برابر نیستند. متقی خداترس با فاسق با فاجر هرگز برابر نیستند. اگرچه مؤمن فاسق فاجر مؤمن باشه بنده خدا است، اما درجه‌اش فرق میکند. اون کسی که شب با قیام با رکوع با سجود سپری میکند برابر نیست با اون کسی که شبش با موسیقی، با فیلم های مبتذل، صورت های لخت برهنه دخترهای بیگناه سپری میکند برابر نیستند. اون کسانی که شبش با تهجد سپری میشود، اون کسانی که سحری میخزند نزد الله سبحانه و تعالی روز نیاز میکنند، به درگاه خداوند گریه میکنند، استغفار میکنند و روزها روزه میگیرند، با اون کسانی که شبها تا نصف شب در اینترنت ها در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب اینستاگرام سیرگشت میکنند، به معنی پگاهی نمازش قضا میشوند یا که در روزی دست به گناه میزنند، معصیت میزنند، هرگز اینها برابر نیستند. بنابراین برادران عزیز، بندگان محبوب خداوند اون کسانی که الله سبحانه و تعالی او را دوست داشته و به خودش نزدیک کرده و این بندگان مقرب الله این خیلی صفت دارن، یعنی که رشک دارن، غیرت ایمانی دارن، در اعمال صالحه سبقت میکنن از همدیگر، ربخت میگیرن، مسابقت میگیرن از دیگران. و در آخر از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه ما شما را هدایت و موفق کند. این بهترین صفات و عادت هایی که بندگانش داد ما و شما را بر خود نصیب روزی بکند، فرزندان ما و شما را میخل نصیب روزی بکند، دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.